من نظرم راجع به رئیس جمهوری که اومده مثبته، چون طرز فکر این با طرز فکر بقیه فرق میکنه و تو دورانی که ایشون داشت تبلیغات میکرد و صحبت میکرد در مورد آمریکا و اینکه همه فاسد اینا واقعیت برجامی که خود سیاستمداران مجلسشون پارلمانشون و نماینده های مجلسشون تایید کردن به راحتی بیاد و این رو پاره کنه. مطمئنا بر همون روال رئیس جمهور قبلی انجام میداد همون رو بالاخره کجدار مریض انجام میدن برجام. من دوست داشتم اول اینکه خانم هیلاری کلینتون رئیس جمهور آمریکا بشن، ولی خب متاسفانه نشد. آقای ترامپ برنده انتخابات شدن. حالا امیدوارم به وضعیت ایران یه مقدار حداقل کمک بشه، یه وقت جنگ نشه. خیلی برام فرقی نمی‌کرد، ولی فقط تعجب کردم که ترامپ شد، چون اصلا انتظار نداشتم. حالا نمیدونم یا تاثیر رسانه‌ها بود که خیلی یعنی اینجوری نشون داده بودن که طرفدار کلینتون بیشترن، یا اینکه واقعا یه اتفاق عجیبی افتاده، ولی خب من خیلی تعجب کردم.